آیا شما از زردی دندان خود و سیاهی دندان خود شرم دارید؟ غمگین نباشید. طبابت این دندان های خنک گرفته و این چونین سفید کردن دندان ها، این چونین راست کردن دندان های کج شده، دکتری دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو در رقم های روی اکران بوده در تو چی سر تخم میکنی؟ او همجا یک درخت بود، شوخوش کشال بود نودهوش. حضرت قطعی اومده و همجا سرش خم کرد. اگر سرش خم نمیکرد او سلاش درم شوخو در میمون. من گفتم خولی نه درخت های نه خوک های درخت بریدگی هم هیچ نیست. یا دشتی که شد گفت حضرت دیدم کرد میکنم. این ایره پایبندی و مقید بودم به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگم. اون برادر تو یک جاهل است. همین ایها و بیزی و همین چملو ایدا هیچ بلو را نمیدونن. انا همین یا خط نیم خط یاد میگیرن همین چیزو. همین کمبودی هم همین است. چی را میکنن؟ در اونجا حنفی‌ها دیگه یکتا کسی با یو برابر نمیشه. یه باشه همین کتابای فقهی برو ببینه. همین خردترینش مختصر الوقایه 52 کتاب در بر گرفته. 52 کتاب فقهی را اون مسئله دا بود دیگه بلو را نمیفهمن. مزارعه و شرکت و مقصد که احیای مواد زمینای مردگی را وقتی زنده کردن مال کی میشه و در ایتالی مسئله یگان کس برای عالمای مذهبی برابر شده نمیتونه. همین واسه چنگ بزنه بچه و گپ هر ابله هم گوش نکنه. یه نعمتی پروردگار برای ما شد. خداوند حفظ شکل شبه با کراهیت. چرا؟ زیرا که کلیسا همه پرای ایکون های، پرای صورت های، پرای هیکل های. خونه کلیسا رو اسمو خونه اگر همه خونه صورتو اگر باشن ای پیشت باشن ای دبرت باشن ای بالای سرت باشن در همه خونه نماز خوندن مکروه تحریمی است. تحریمی یعنی چی؟ یعنی نماز را که خوندی ای سری نو اعادهش میکنی. بفهمید؟ چی برسه به کلیسا؟ سبحان الله. این بسیار یک کاری شنی ای این آدم روش سیاه میکنه جرأت نکرده است که گپ زنه و این کسی هست که علاقه دینش فروخته است مرتد شده گیه. حتی میبیننش که کلیسا میره بکو و بهونه میکنه که من کلیسا خدا را همون گپی همون مرتدها و نصرانی ها و همش همیه که داریم همون یک خدا را با پرستش میکنن که فرقش چی بین کلیسا و بین مسجد چی فرقی هست؟ اینطوری گپو دارن. اگه یک کثافت برای خلاصی جان خودش همون گپ گفته است و ایلا اوش سیاه میکنه درو میگه. در کلیسا همون مردم اگر بگه که برای من نمی نماز ما بخونم همین نمازی فرضی را مکروه تحریمی ای با اوقع صورت و اوقع هیکلی که در کلیسا زده شده دیگه. از جانب دیگر برای مسلمان حلال نیست در مکان‌های قرار بگیره که زیر تهمت واقع میشه. لا یحل لمسلم حلال نیست میگه برای مسلمان در موضعی که موقف تهمت است در اونجا قرار بگیره. در کلیسا نامعقول میکنه و دروغ میگه. هیچ جوش شک نیست. حضرت در این مثال کار که در این کلیسا او را مثال کل حلاله مثال نه اگر در روسیه اصلا انا در کتابای فقهی اومده است که امام اعظم ابو حنیفه جوزه گفته باشه یا لا بأس به. اما شاگرداش میگن مکروه تحریمی است. همون جوزا یا لا بأس به که امام اعظم ابو حنیفه هم میگه حتما در زیرش کراهیت داره. هر حکمی که جوزا است یا لا بأس به است در شریعت ترکش اولاتره نکردنش اولاتره. اما دلیل امامین قوی تر از این موضوع آیه قرآن است. خدای تعالی میگه تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. در کارهای نیک خیر کمک کنید دستگیری کنید اما در عصیان و در جنایات کمک نکنید. اما ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان هم جودم توری میگیره. همین خاطر کار کردن در چنین موضع مکروه تحریمی است. یعنی به حرام نزدیک است. اگر ضرورت شود ضرورتی که مثلا نان خوردن نداره کوارتیره شب پلاتیت کردن نمیتونه پول شه جای کار نیسته تو وقتی هم یگان جایی که کار یفتنه امکان داره بکنه. اما اگر جای کار یفت حتی اگر مبلغش 2 برابر کمتر هم باشه بر این آدم واجب است که ایره ترک نه و جای کاری نگذاره. فهمیدی؟ اما دلیل هم وای ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان
در جنایت در گناه کمک نکنید. این کمک کردن در معصیت شما. بارک الله.